به نام خدا. سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. شاب هستم و خوش اومدید به گریدن دیزاین. خب همینطور که میدونید جدیداً توی اینستاگرام این افکت شیشه‌ای خیلی ترند شده. خب سوال اینجاست که چطوری میشه این افکت شیشه‌ای رو با استفاده از نرم افزار فتوشاپ روی تصاویرمون قرار بدیم. ما در این ویدیو اومدیم 0 تا 100 ساخت این افکت شیشه‌ای رو بهتون یاد بدیم. پس اگر به همچین محتوای علاقه‌مند هستید خوشحال میشم که در واقع کانال ما رو سابسکرایب کنید و با فعال کردن زنگوله اگر ویدیو جدیدی منتشر بشه شما اولین نفری هستید که مطلع میشید. خب بدون هیچ مطلبی میریم سراغ آموزش. خب وارد نرم افزار فتوشاپ میشیم. خب دیگه حالا به شما بستگی داره که میخواین این افکت شیشه‌ای رو روی یک استوری استفاده کنید، یک پست اینستاگرام، یک پوستر، یک حالا مثلا کاور ویدیو، دیگه بستگی به شما داره. من یک فایل جدید درست میکنم. خب میتونید همین فایل رو Convert to Smart Object بگیرید، همین فایل پیش‌فرضی که هست، یا میتونید مثلا این فایلی که وارد میکنید رو بیاید اینجا، حالا بسته به ابعادش پیشنهاد میکنم این رو در واقع Convert to Smart Object بگیرید، ولی حالا هیچ فرقی نمیکنه. من فایلی که وارد کردم رو Convert to Smart Object کلیک میکنم روش. خب یک شیپ انتخاب میکنم، استروک رو خاموش میکنم، فعلا شیپ در واقع روی سفید قرار میدم و اینجا یک شیپی رو میکشم. خب بسیار خوب، من الان همین فایلی که اینجا در واقع تبدیل کردم به Smart Object در واقع آلت رو نگه میدارم، یک کلیک میکنم و اون رو میکشم بالا، یک داپلیکیت از اون گرفته میشه و دوباره آلت رو نگه میدارم و یک کلیک میکنم که در واقع زیر مجموعه این لایه قرار بگیره. خب روی این گزینه کلیک میکنم و میرم تو بخش فیلتر، بلر و گوشن بلر. خب درصدش رو میبرم بالا. حالا بستگی به شلوغی تصویرتون داره، مثلا اگه تصویر بسیار شلوغی داشته باشین در واقع کم بذارید، هیچ ایرادی نداره. اگه مثلا تصویر خلوتی دارید باید حالت بلر زیادی باشه که مثلا تشخیص داده بشه. حالا من اینجا بزنم روی 20، به نظر من 20 خوبه. بسیار خوب، الان من روی این گزینه کلیک میکنم و اینجا روی FX میزنم، اینجا میرم روی بخش استروک و این فیل تایپ رو میذارم روی گریدینت، میام اینجا این سفید رو به در واقع این بخش این سیاه رو به سفید تبدیل میکنم. خب اینجا من یک کلیک میکنم و این اوپاسیتی رو روی 0 قرار میدم. اینجا هم همینطور این اوپاسیتی روی 0 قرار میدید. حالا اگر روی 100 بود حتما روی 0 قرار میدید. خب من یک اضافیه میدم به اون. بسیار خوب، میرم رو گزینه بلر، یکم به اون برجستگی میدم، سایزش رو بیشتر میکنم، آسون باشه، زیاد تو چشم نباشه برجستگی، در حدی که در واقع خواص گردی به فایلمون در واقع این تصویرمون بده. خب روی گزینه آورلی کلیک میکنم و اون رو روی سفید قرار میدم و رنگش رو کم میکنم. البته میتونید از اینر شادو هم استفاده کنید. اینر گلو، اینر شادو هم کاربرد دارن، ولی من بیشتر حالا یا کالر آورلی یا گریدینت آورلی رو استفاده میکنم و همین کافیه به نظر من. این گزینه رو معمولا روی 10 یا 15 قرار میدم که حالا رنگش نسبت به پس زمینه فرق زیادی داشته باشه. حالا اگه بخوایم مثلا اینر شادو رو استفاده کنیم جریان یکم فرق میکنه. ما این گزینه روی سفید قرار میدیم و این مولتیپل رو میذارم روی نورمال. در واقع اینطوره که بله اینطوری هم باشه بازم قشنگه، اینطوری هم قشنگه، ولی من همیشه اینطوری استفاده میکنم، ولی همینطوری هم خیلی قشنگه. شاید هم از گزینه کالر اوورلی هم قشنگتر باشه.
خب همینطور که میبینید ما یک افکت شیشه‌ای درست کردیم. حالا شما میتونید در واقع یک مستطیل گوشه گرد تمام بذارید، مثلا بازم الان میتونید تغییرش بدین. الان من روی این گزینه کلیک کنم، روی شیپ بزنم، میتونم این بیشترش کنم، میتونم کمترش کنم. و خب حالا چرا من گذاشتم که این لایه باز باشه، که وقتی من حالا این اوکی میزنم وارد این لایه شدم، اگر یه تصویر جدیدی آوردم، مثلا این تصویر رو من اینجا قرار میدم، یک کنترل اس میزنم و اون رو میبندم. همونطور که میبینید الان کل تصویر جابجا شد و حتی این تصویر بالا هم چون در واقع یک اسمارت آبجکت شده بوده هم جابجا شد. پیشنهاد میکنم همیشه این کار رو کنید که دیگه اذیت نشید. اگه خواستید مثلا تصویری جابجا کنید دیگه لازم نباشه بخواید کل این مراحلی که انجام دادم رو دوباره انجام بدید. الان ما مثلا اینجا یک نوشته قرار میدیم، مثلا آموزش فتوشاپ. هم سفید میکنم، بله اونو متمرکز میکنم این وسط و همطور که میبینید بله این خیلی قشنگتره تا این که بخواین مثلا اینطوری تصویر رو قرار بدیم. دقت میکنید الان ما تصویر رو اگه اینطوری قرار بدیم نوشته رو تصویر شاید چیز جالبی نباشه، ولی مثلا اگه این کارو کنیم خیلی قشنگتر میشه و در کل ترند اینستاگرام الان از خیلی وقت ترنده. بسیار خوب. خب دوستان این هم بود از آموزش امروزمون. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر واقعا خوشتون اومد، براتون مفید بود، خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید و در واقع برای بقیه دوستانتون هم بفرستید که از این علم استفاده کنن. و خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و همچنین اگر زنگوله رو فعال کنید، اگر همچین ویدیوهای دیگه منتشر شدن براتون نوتیفیکیشن ارسال میشه. تا دیدار دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم و بدرود.